به منظور بهبود نظم جاده‌ای و جلوگیری از تردد وسایط مسافربری در ادههای اطراف ولایت بلخ، نهادهای اماراتی تصامیم لازم را اتخاذ کرد که بر مبنای آن عموم اتحادیه‌های ترانسپورتی و مسافربری مکلف شدند تا قواعد و مقررات را رعایت و آن را 100% تطبیق و عملی نماید. موترداران و رانندگان وسایط مسافربری در بلخ از وضع مقررات و قوانین اداره ترانسپورت و ترافیک ولایت بلخ استقبال نموده تاکید می‌دارند که آنان بر طبق مقررات و قوانین اداره ترانسپورت و ترافیک عمل کرده و خویشتن را به اصول و طرز العمل داده شده عیار می‌سازند. همه شرکت ها مطابق اصول، مطابق قانون که به اصلاح طرف وزارت ترانسپورت بر ما ارائه شده، ما او را بر خود پذیرفتیم و فعلا در راستای نظم و دیسیپلین شهری و اطرافی و در قسمت تنظیم اداها، در قسمت به اصلاح امنیت با دولت خود 100% همکار هستیم و این را وعده سپردیم که تمام نظم و نزاکت های اجتماعی خود در تمام عرصه ها با مردم خود مراعات میکنیم. امور با می منطقه‌ای که طرز العمل است یا کدام فرم داده میشه مطابق از او کدام واسه قدرت که ما مردم صلاحیت داریم مطابق از او ما اون را عیار کنیم که اون چیزای کارت سی خودم بگیره، لیسانس خودم بگیره، در ترافیکی بوره، در شفاخانه بوره کارت خود بگیره. دو فرم که ذکر نشده ما وزیر صاحب ترانسپورت امیر میخوایم که امید می فرم باید یک لمبر زده شو که مطابق ما درایور بگیم که این قرارداد خطت این چیزی ذکر شده که باید لمبر کارت سید باشه. گفتنی است که بر اساس طرز العمل داده شده رانندگان قبل از میاد تعیین شده یعنی پیش از وقت به مقصد خود را نرساند. کارت صحی برای راننده الزامی بوده. اوقات نان و نماز را جدا مد نظر بگیرند. از لوازم و اجناس مسافر به گونه امن محافظت و نگهداری شود.